از مهمترین و خیلی ارزشمندترین رکن‌های نوروز عالم‌افروز که محض ترغیب نکوکاری، متحدی و صلح و وحدت است، در امسال نوروز بین المللی ما قسم سیاسی آن را فوروم بین المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی تشکیل می‌دهد. آن را برایتان انعکاس می‌کنیم. این فوروم به افتخار جشن نوروز بین المللی با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در پایتخت کشور در سطح خیلی بلند تشکیل و برگزار گردید. دو مفهوم کلیدی این فوروم که با نام نوروز و دوشنبه آغاز و پیوند یافتند، مفهوم‌های توأم، تحکیم بخش یکدیگر و معرفی پیوند هر دو در رشد سیاحی معنی داد و بازتابی گردیدند. قبل از آغاز فعالیت، اشتراکچیان آن از نمایشگاه فرهنگی نوروزی که در آن نمونه‌های گوناگون آثار صنعت نقاشی و گلدوزی، هنرهای مردمی و خوراک‌های ملی به معرض گذاشته شده بود، بازدید نمودند. در آن نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها، هیئت برادر شهرها، کورپوس دیپلماتی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، کارشناسان و راهبران شرکت‌های سیاحی کشور، وسایط اخبار عموم، متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک داشتند. نوروز تنها به خاطر برقرار کردن رابطه‌های دوستی بین مردم در سیاره گسترش یافت و قطعنامه سازمان ملل متحد هم برای جشن بین المللی اعلان کردن نوروز در همین عقیده اساس گرفته است. ما خرسندیم از آن که واقعا وطن نوروز تاجیکستان است و مردم تاجیک این جشن بسیار هم عزیز و گرامی را در طول هزار ساله ها زنده داشتند. در کشورهای حوزه نوروز این جشنها پی هم برگزار می شوند. من در چند جشنها اشتراک داشتم در کشورهای دیگر، اما می خواهم بگویم که مثل تاجیکستان در هیچ جا نوروز به این قدر شکوه و شهامت جشن گرفته نمی شود. حتی در دوره پادشاهی جمشید هم به خیالم این قدر شکوه و شهامت نداشت. خب معلوم که اون وقت البته واسطه های ارتباط و تشویق و ترویج به این درجه نبود و اونقدر مردم شادی کردند و اونقدر کشور تاجیکستان و دوشنبه مرکز خرمی و شادمانی بود که نظیر نداشت. فوروم کار خود را در کاخ نو تأسیس سروش آغاز کرد و در کار آن نخست پیام شادباشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به اشتراکداران این چهاربینی بین المللی قرائت کرده شد، چون مقصد اساسی تجلیل باشکوه و هدفمند نوروز تجسم گرامی داشت مقدسات، سنت و عنعنه و فرهنگ و تمدن قدیمی ملت تاجیک است. از بابت مرحله های تشکل تاریخی آن به حیث سرمایه معنوی ملت تاجیک و آیین برگزیده بشریت، جشن احیای طبیعت و آغاز سال نو، شادی و سرور همگانی، بزرگداشت دوستی و برادری و وحدت و یکپارچگی، سنت و آیین‌های مردمی، آرزوی و آرمان‌های عمومی خلقی و ارزش‌های دنیوی در هماهنگی با رسالت شادی آفرینی نوروز ابراز اندیشه کردید. نوروز یک ایدی هست که مردمان تمام عالم را در کنار می‌آورد و خیلی حتی با جهانبینی مردم تأثیر مثبت می‌رساند. از این رو بهترین اصول ترغیب و تشویق فرهنگ نوروزی ما است که با مردم عالم باز یک بار دیگر جهانی بودن نوروز را معرفی کرده می‌توانیم. دوشنبه شهر فرهنگو و برخورد فرهنگو میباشد که در آینده از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاحی در بازار سیاحی دنیا یک نقش مقامی نهایت
خاص رو در بر میگیرد و با این وسیله زندگی مردم بهتر خواهد گشت. در برابر این میبینید که در این همایش تاجیکستان اقدامگری چهاربینای سطح بین‌المللی باشد و بار دیگر ثابت میکند که مردم تاجیک تاریخ بوی قدیمه و یک جشن خیلی بزرگ زیبای نوروز رو دارند و گمان میکنم که از دیدن این مراسم بسیار سیاحان یک جهان معنی فرهنگ خود رو بالا میکنند و بار دیگر میبینند که مردم تاجیک واقعا هم تاریخ خیلی بوی قدیم و عنعنه‌های خیلی زیبا دارد. هر یک مراسمی که در تاجیکستان برگزار میگردد این بیشتر رنگین و زیبا بوده و برای جذب سیاحان زمینه خیلی موفق میگذارد. امیدوارم که هرچی بیشتر سیاحان به کشور ما تشریف خواهند آورد و از این زیبایی ها و از این مراسم ها و حتی از منظرهای زیبای تاجیکستان دیدن کنند. با افتخار و قناعتمندی ذکر گردید که عید نوروز همه‌ساله در سراسر کشور توسط برنامه‌های پرشکوه عیدانه، دایر نمودن نمایش هنرهای مردمی، برگزاری برنامه تئاتری با حس افتخار از وطنداری و شکوفایی کشور، ارج گذاشتن به میراث پرغناوت نیاگان و شکرگزاری سیاست فرهنگی، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح بلند خودشناسی و میهن پرستی کل ساکنان مملکت تجلیل می شود. ما در اینجا از تشبس‌های بی‌نظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترممون امامعلی رحمان در کنار بودن نمیتوانیم. این تشبس‌هایی بودند که به طور کلی هم نوروز را تغییر دادن، هم حیات انسان‌ها را تغییر دادن، هم در عرصه بین المللی شناسایی تاجیکستان و تاجیکستان عزیز را، فرهنگ او را. امروز ببینید که قدر سیاحان به کشور ما میان. امروز ببینید که نوروز زیبای ما چگونه ملت را در کشور ما جمع کرده ایستاده است. دوشنبه یکی از خوبترین شهرهای دنیا، من دنیا با گشتگی هستم. برای من خیلی مهمه که همین عزیم کرده پیشرفت کنم. در دنیا از کوههای دوشنبه و از کولا گرفته تا همش که من گشتم خوبترین جای دنیاه. جشن نوروز من فکر می‌کنم در کشورهای آسیایی امروز یگانه کشوری است که عالی جناب خدمت‌های بسیار زیاد عالی کردن و در این خدمت‌ها در اینجا مثلا در هیچ کشور دنیا نداره. امروز افغان‌ها افتخار میکنن و تاجیکای ما مثلا مردم ایران همه جا امروز یگانه کسی هستیم در اینجا شما که امی عنعنات باستانی ما را به پیش میبرین. من خیلی خرسندم از کشور تاجیکستان، از عالی جناب همش تشکر میکنم که این کارا را برام اندازد. در رسم افتتاح فارم نمایندگان مسئول حکومت جمهوری تاجیکستان و برادر شهران دوشنبه اندیشه‌هایشان را درباره نوروز همچون رمز فرهنگی و سیاحی ابراز نمودند. در قسمت منبعد جلسه افتتاحی فارم دایر به موضوعهای نوروز، غایه سازندگی و رشد. نوروز بین المللی معرفگر امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و سیاحی تاجیکستان، مشترکات جشن نوروز، عید بین المللی نوروز و نوروز، برند سیاحی تاجیکستان و غیره معروضه‌های علمی کرده شد. مهمتر از همه در برابر معروضه‌های پر اطلاع و پرمضمون رول نوارهای مخصوص معرفگر از پهنای سیاحت بابی تاجیکستانی بهشت آسا، میوه‌های شهدبار و لذت ضمیر طبیعتش و نشانداد و ارقام جالب و جذاب نمایش داده شد که به اهل تالار روح و الهام بالیده‌ای بی سابقه و فراموش نشونده بخشید. مقصد اساسی برگزاری این فرم نیز آن بود که بار دیگر ما پهلوهای گوناگونی سنت و ارزش‌های نوروزی و تاریخ نوروز را بررسی کنیم و درباره امکانات‌های سیاحی کشور و پیشنهاد آن به جهانیان که به شرافت جشن نوروز بین المللی امروز مهمانان به تاجیکستان ما آمدند بار دیگر معرفی کرده شوند. و البته ما می‌دانیم که بعد از صاحب استقلالی کشور در زمان استقلال دولتی با تشبث و با توسط سیاست فرهنگ پرورانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان عنعنه جشن مراسم‌های ملی دوباره احیا گردیدند و نوروز ملی ما نیز دوباره احیا گردید. گذشته از این نوروز ملی ما مقام بین المللی را صاحب شد. نوروز پیش از همه این ترغیب دستاوردهای نیک انسانی، ترغیب پیش از همه نیکی و نکوکاری و تازگی و آبادکاری است و می‌بینیم که همه ساله نوروز در کشور ما
به شکل موثرتر جشن گرفته می شود. مردم از تاریخ نوروز زیادتر آگاه می شوند و به چاپ رسیدن صدها مقاله و کتاب و دیگر دستورهای علمی درباره نوروز نیز شهادت همین گفته ها هستند. ما امروز می بینیم که در حقیقت نوروز بین المللی شد و فکر میکنم پایتخت نوروز بین المللی ماست دوشنبه ما است. دوشنبه که امروز به یک گلشهر تبدیل یافته است و کرنول شادیانه نوروزی که بود شهادت آن است که ما به چه اندازه یعنی اون ارزش‌های گذشته را اولا نگاه داشتیم و با آنها ارزش‌های نو ضم کردیم و این شاهد آن است که نوروز و دوشنبه به هم رابطه ناگسستنی دارند. آره، گذشتگان خردمند و جوهر آفرین ما جهت‌های پسندیده نوروز را که بیش از 6000 سال تاریخ داشته برای انسان و زندگی خوش و خرم انسانیت خدمت می‌کنند، با علاوه نمودن آیین و رمزهای نوی حیاتی دوستانه به روزهای ما رسانیدند. مخصوصاً صفت‌های نیکبینانه جشن واقعاً مردمی اساس شد که اکثریت کشورها برای جهانی شدن آن سعی و تلاش نمایند و با کوشش‌های مشترک نوروز را به جشن بین المللی تبدیل بدهند. شهر امن و آرزوها دوشنبه گلشهر و نوروزگونه جمهوری تاجیکستان افتخار هر یک تاجیک نمایندگان 18 برادر شهر عالم را در آغوش خود گرفتند. شهر گلبدامان و پرفواره و چراغان و بسا محبوبساز عالمیان، شهر معرفت پهنای وارثان رودکی و سینای ابداً جهانگیر و محبوب، شهر دلربا و دلنواز خرد و بزرگ و خود و مهمانان در قلب آسیا، شهر جان و جانمان دوشنبه برادر شهر 18 شهر قطعه های آسیا و اروپا و امریکا و افریقاست که رابطه های برادر شهری و مناسبت های همکاری را با شهرهای مسکو فدراسیون روسیه و تاشکند جمهوری ازبکستان نیز در ساحه های تجارت و اقتصادیات، علم و تکنیک و فرهنگ البته در اساس سازشنامه های بین دولتی رواج می دهد و عضو کامل حقوقی 5 تشکیلات بین المللی می باشد. در حاشیه این دستاوردهای ارزشمند استقلال بی‌بهایمان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با مقصد تحکیم همکاری‌های برادر شهری و در این زمینه جلب بیشتر سیاحان به شهر بی‌نظیر و تسخیرسازمان دوشنبه اینچنین تشویق و ترغیب فرهنگ و تاریخ قدیمی خلق تاجیک، امکانیت‌های سیاحی کشور به خصوص پایتخت کشور، روزهای 20 تا 24 مارس فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و سیاحی را در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان از این برادر شهرها برگزار نمود. یادآور می‌شویم که در دایره فستیوال قسمت سیاسی آن با این فاروم بین المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی برگزار گردید. نوروزتان مبارک. می‌خوایم از طریق تلویزیون شما نوروز به کشور دوست برادر تاجیکستان، با تمام خواهرها و برادرایی که در اینجا زندگی میکنه، به خصوص اهالی شریف پایتخت که ما را دعوت کردند، جناب شهردار شهر دوشنبه، برشان تبریک بگویم نوروز و تشکر بکنیم از اینکه ما را اینجا در جشن خود خواستن و ما بسیار دستاوردهای خوبی را از برادرای تاجیک خود با خود داریم و این نوروز در قلمرو آسیای میانه به خصوص کشورهای مثل تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان ای از سابقه‌های بسیار زیادی بر مزایای خوبی برخوردار بوده. خوشبختانه که با کوشش‌ها و تلاش‌های جناب رئیس جمهوری کشور تاجیکستان نوروز جهانی شد. این خودش یک دستاورد برای این کشورهایی است که یعنی بنیانگذار نوروز است و امروز که ما این فرم اشتراک کردیم و این را بازگشایی کردیم، خیلی ها خرسند شدیم و ما دستاوردهای خوبی رازی داریم و تقاضای ما امی است که این گسترش پیدا بکنه به سایر کشورها مثل افغانستان که کشور ما هم یکی از بنیانگذارای نوروز باستان است و ما هم همه ساله تجلیل میکنیم نوروز، به خصوص در شهر مزار شریف، شهر مولا علی، زادگاه مولانای بزرگ، اونجا ما را تجلیل میکنیم و ما هم جشن میگیریم، ولی کمبودات خود داریم چون کشور ما کشور جنگ زده است. هنوز هم ما داریم دست گریبان با جنگ
نرم میکنیم. خدا بخواه که کشور ما آرام شود و ما تقاضای ما از برادرای تاجیک ما به خصوص از پرزیدنت تاجیکستان و جناب شهردار تاجیکستان که شهردار بسیار جوان اگر بگوییم در سطح کشورهای آسیای میانه هستند، تقاضامند هستیم که از مزایای ازی ما هم برخوردار شویم و این فرهنگ نهادینه بسازیم و گسترش بدیم. همیشه بهر آرامی افغانستانی همسایه کشور پرزیدنت مملکت در هر برآمدهایشان تاکید می‌دارند. پرزیدنت تاجیکستان همیشه توجه به کشور ما داره و خب از نگاه زبان، فرهنگ، همکش بودن، اجتماعی بودن، این خودش ما را مجبور می‌سازه که ما با هم نزدیک بوده باشیم. ولی از بزرگواری از ما تشکر میکنم. ما در یک کلام میخوایم که جمع‌بندی کنیم صحبت‌های خود. ما تاجیکستان را شهر عشق، شهر صفا، شهر صمیمیت، شهر فرهنگ، شهر برادری و با هم پیدا کردیم و از خداوند همیشه دعای ما همی است که این شهر گسترش داده بره، این برادری ها را گسترش داده بره تا ما باشه یک تاجیکستان اول قدرت در سطح آسیای میانه داشته باشیم. من بار سیوم است که در تاجیکستانم. فوروم مذکور برایم نهایت جالب بود. محروزه های پرمحتوای تاجیکستانیان و خارجان برای اهل تالار بس مهم و مفید بودند. من 2 روز باز در دوشنبه حضور دارم. کرناوال نوروزی برایم نهایت پسند آمد چون که حقیقتاً غیر عادی بود. ما از منبر برآمد هنرمندان رو تماشا کرده عکس‌های زیاد را برای خاطرات از این چاره‌بینی گرفتیم. مهارت و صنعت والای هنرمندان واقعاً حلاوت بخش و خاطرمان بودند. ادامه فوروم بین المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی در کتابخانه ملی تاجیکستان کاخ معرفت، کاخ فرهنگ و معنویات دوشنبه که در آسیای مرکزی نظیر ندارد برگزار گردید. خود را در کتابخانه ملی تاجیکستان در 2 بخش نوروز محور مناسبت‌های فرهنگی و سیاحی و افضلیت‌های رشد در مسیر همکاری‌های سیاحی ادامه داد که در دایره آن عالمان و متخصصان، کارشناسان داخلی و بین المللی در موضوعهای نوروز، میراث فرهنگی و سیاحی، ماهیت خاصه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی قرار گرفتن نوروز، جنبه‌های فلسفی و وحدت آفرینی نوروز آینه سیاحان، تاجیکستان محور تنتنه‌های نوروزی، افضلیت بخشیدن بر رشد همکاری‌های سیاحی میان برادر شهرها، اصلاحات رشد صاحبکاری و سرمایه گذاری در بخش سیاحی، تاجیکستان منطقه جالب سیاحی و غیره با معروضه‌های پرمحتوای و جالب علمی برآمد و محاکمه ها کردند. Позвольте мне в первую очередь выразить благодарность и признательность за پیش از همه میخواهم منتداری خود را به تشکیل کنندگان چنین فروم بین المللی رسانم. باید بگویم که بار اول است که من در تاجیکستانم و مخصوصا در دوشنبه. در دوام سفر مرا هیجان خیلی مثبت فرا گرفت. دوشنبه در 180 درجه تغییر یافته است. Душанбе как бы поменялось кардинально на 180 градусов. Да, очень на высоком уровне. از کرناوال نوروزی خیلی به وجد آمدم. واقعا عالی بود. در نوروزهای آینده دوشنبه با تشکیل چنین کرناوال و فروم ها یقین میتواند مهمانان زیادی را جلب نماید و مخصوصا از ازبکستان. باور کنید من از مهمان دوستی مردم دوشنبه شهر و تاجیکستان چنان به هیجان آمدم که میخواهم باز چند روز دیگر زیادتر اینجا بمانم. اما افسوس مسئولیت وظیفه داریم و آداب و آیین مهمانی به من اجازت نمیدهد. ولی در نوروزهای آینده حتما کوشش میکنم که باز اشتراک نمایم و زیادتر سیاحت تاجیکستان نمایم. Мы были бы рады каждый год вот так посещать как бы ваш праздник Навруз. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز ما امروز در واقع محور بزرگترین تمام پدیده‌های فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی است و در اینجا امروز میتوان در وقتی که میبینید در کوچه ها چگونه جوانان، دختران، کودکان گشت و گذار میکنند، مردم خرسندی میکنند، این گونه یک کرناوال بزرگ برگزار گردید. خودی همین نشانه آن است که من بعد
баробари ба душанбе расидан меҳмонон саёҳон аллакай аз набзи дили фарҳангии мо ошноӣ пайдо мекунад. яке аз хислатҳо ва яке аз сифатҳо ё худ ҳикматҳои наврӯз дар он аст ки бо омади худ, бо шӯҳрати худ, бо мазмуни худ, бо сурудҳои худ дар дили мардум умеди зиндагиро гӯё аз нав бедор мекунад. баробари табиат инсон низ бедор мешавад ва дар дили инсон боз умеди зиндагӣ, боз ниятҳои нек, боз ҳаракатҳои нек пайдо мешавад ва бо ҳамин гӯё зиндагӣ иқдоми неки худро пайдо мекунад. падидаҳои наврӯзӣ, умуман мероси наврӯзӣ дар хазинаи фарҳанги тоҷикистон маҳфуз аст. вазифаи мо онро кашф кардан, эҷод кардан аз нав ва ҳамон навовариҳое ки рамзи наврӯзӣ ба мо ҳадия мекунад, ҳамон навовариҳоро дар зиндагии худамон низ истифода барем. аз ҷумла ман фикр мекунам мана имрӯз ки кӯшиши роҳбарияти давлати мо барои рушди сайёҳӣ равон карда шудааст, чӣ гуна метавон сайёҳонро ба тоҷикистон ҷалб кард. аз ҷумла ман фикр мекунам бо хеле васеъ ва бо тантана ва бо мазмун ва бо шаклу намудҳои қадимияш аз нав иҳё кардани наврӯзӣ дар дашту саҳро, дар деҳот, ки имрӯз воқеан боз шиори рушди деҳот низ ҳаст, онҳоро дар шакли асилаш бо ҳамон дутори оддии тоҷикӣ, бо ҳамон карнаи сурнай, бо ҳамон дабдабаи намедонам зарбу усулҳои миллӣ эҳё кард ва ин худаш боиси он мешавад ки мардуми олам, аҳли олам ки воқеан ниёзи хеле зиёд доранд барои омӯхтани шарқ, барои омӯхтани таърихи наврӯз ва барои омӯхтани падидаҳои наврӯзӣ биёянд ба тоҷикистону аз наздик бевосита худашон бинанд ки кадом сурудҳо, кадом таронаҳо бо кадом мазмун то ба замони мо омада расидааст, аз қадимтарин айём то имрӯз. дар чаҳорчӯбаи кори форум ҳамоишҳои илмиву адабӣ, чорабиниҳои гуногуни шавқовари фарҳангию фароғатӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ низ доир гардид. имсол ба санае ки наврӯз аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эълон гардид 8 сол пур шуд. 8 соле ки одамӣ то ин син хонову доно ва аксаран мӯъҷизаосо дилкашу зеҳнрабо мешаванд. наврӯзи оламафрӯзу оламрабо ва ҷаҳониву ҷаҳонзеби мо аз аслу ҷавҳари худ дар ватанаш комилу хиратгустар мешавад. абад зинда бод хиради сафосозандаи рӯҳу ҷисму қалбу ниятҳо, хиради муттаҳидсозу инсонгарову фариштахӯ, хиради азалии тоҷик чун бренди сайёҳӣ. тоҷикистон наврӯзи беҳамтои мо.